میرنبی 80 ساله که در فراق برادرش میسوخت بعد 15 سال فرزندان او را دید. برادرم ترغنبای یولداشوف اینجا زندگی میکرد. سال 1991 در 50 سالگیش درگذشت. پسرانش نومان جان و دخترش رزق گل اینجا هستند. به دیدن آنها آمدند. پیرزن در حق تاجیکستان و ازبکستان دعا میکند که سفرش را آسان کردند. خدای خداوند سرشان در امان باشد. تشکر به ازبکستان و تاجیکستان. میرنبی از این گذرگاه مرزی به تاجیکستان وارد شد. گذرگاه پتر اندرخان در ناحیه کانیبادام که 10 سال بسته بود. خورشید پسری برادر و یکی از نبیرگانش او را پیشواز گرفت. 15 سال شد ندیده بودیم. نه دیدید؟ این برادر از کانیبادام هستند. اینو همون بچه همونو پسرشون. پسرشون میشوید. این کس مال نو دیدید شما؟ اینو انجا 20 سال شد دیگه نبوده. چی نام دارید شما؟ اسمینگیز؟ عثمان جان. عثمان جان. مادرم 80 ساله است. چون سرحد را باز کردند با مادرم آمدیم. بگذار خیشانش را ببیند. به یگان مشکلی آمدیم. آسان بود و رحمت به رهبرانی ما. گذرگاه پتر اندرخان را 20 روز پیش باز کردند. در مرز بغیر از شناسنامه از مردم چیزی نمیپرسند. از عمه فراغت هم نپرسیدند. اینا خشتبار هستند با شما؟ چقدر وقت باز شما دیدگی نبود تا یاد گرفتن؟ دختراشون من 15 سال ندیده بود. 15 سال بعد کن دیدید. رفتن دشوار بود یا اجازه نمیدادن پیش؟ دشوارتر. کانیبادام از ناحیه‌های مرزی است که 10 روستای ازبک نشین دارد. مقامات تاجیکستان و ازبکستان چند پیش اجازه دادند ساکنان ناحیه‌های مرزی برای 5 روز به ویزا به قلمروی همدیگر سفر کنند. ما ازبکستان و تاجیکستان با فرامدگی من خیشت تا بارم دیدم خواهر دادره پدر مادر برافسادیم. بسته بودن گذرگاه در عهد رئیس جمهور پیشین ازبکستان اسلام کریموف زندگی مردم دو طرف را که رشته‌های خویش و تباری زیاد دارند سخت کرد. پتر اندرخان یکی از 16 گذرگاه است که تاجیکستان و ازبکستان می‌خواهند باز کنند. اینجا را در آستانه سفری شوکت میرزیوف رئیس جمهوری ازبکستان باز کردند که قرار است ماه آینده به تاجیکستان بیاید.